رهایی میده. بدون رنج بعضی از قوای انسان اصلا آزاد نمیشه. در یه رنج عمیقی که به سر میبری بعدش اندیشت بهتر کار میکنن. منتها باید با رنج ارتباط خوبی برقرار کنی، در آغوشش بگیری، انتخاب کنی. بدون رنج نمیتونی زندگی کنی. هیچ کس. لقد خلقنا الانسان فی کبد. بدون رنج کسی به دروغ نگه. هیچ کس نمیتونه زندگی کنه. تو میتونی رنج تو انتخاب کنی. بعد اونی که حکیمانه رنج تو برات انتخاب میکنه باش در نیفت. اون خداست و من تو رو دارم رنجور میکنم. آی حواست کجاست؟ من دارم میزنم. من که میدونم دارم کجا میزنم. خودم آفریدمت. باش در نیفت. رنجشو در آغوش بگیر. با رنجها چگونه اید؟ رنج خیلی رهایی بخشه. روح انسان رو قوی میکنه. یکی از دوستان میگفت ما تو مدرسه دیدیم یه دانش آموزی داریم، ماشاءالله چه توانمندی روحی خوبی داره، همه رو داره اداره میکنه. میگه من پروندهش رو رفتم دیدم که این کجاست، دیدم که اولا بچه جنوب شهره و اینا. و باشه جنوب شهر درسته بیشتر بچه رنج میکشه و اینا، ولی نه اینقدر، این خیلی خاصه، اصلا یه جوریه. دیدم مامان و باباش کرولالن، اون داره ادارهشون میکنه. بله درسته. درباره رنج دستنوشته ها و دلنوشته های شهید چمران رو مطالعه کنید. خدایا اون شبهایی که به من گرسنگی دادی، اون شبهایی که به من درد دادی و من از شدت درد به خودم پیچیدم، ممنونتم. چه قوقایی میکنه. رنج انسان رو رها میکنه. با رنج بچه ننوار برخورد نکن. مامان ها باید به بچه ها یاد بدن با رنج چجوری برخورد کنن. مامان ها وقتی که رنج میکشن قر بزنن، این بچه خراب میشه، بدتر قر میزنه. مادر باید رنج بکشه، بچه میفهمه، مادر لبخند میزنه، اشکال نداره. مامان چی مگه؟ چی بار میاره؟ میشه ام البنین. خیلی مادرها نقش دارن. با رنج نظرتون چیه؟ این بابای ما تابستونا موقع فوق برنامه‌های مسجد بود، چون هم مسجد داشت که مثلا عشقمون این بود که بهار کار ماست. ما رو میفرستاد، یه سال فرستاد نجاری، یه سال فرستاد آهنگری، یه سال فرستاد جوشکاری. گفتم آخه بابا الان تو من هر جایی برم این کلاس ها رو میتونم اداره بکنم. برو حرف نزن. بیگاری میکردیم. رنج بکش، این چیه؟ شازده بازی میخوای برای من در بیاری؟ بعد می اومدیم دستا داغون، چشم اون سالی که روش کاری و اینا، یک چشم دردای خفنی. گفت پس فردا تو مسجد یه کسی با دست پینه بسته اومد، خمسشو داد، دست به داد، بفهمید چی کشیده برای پول در آوردن. اینجور ارد ندی. بعد رنجم، حالا معمولا زندگی شهری آدمو توهم برمی‌داره، مثلا فکر میکنه نون خودش از دیوار داره در میاد بیرون. بعد میفرماد مکروه نون از بیرون بخری، بعد آردش هم تو خونه گندم آرد کنی ولی فقر میاره. پدرمون در میاد نون بخوایم بپزیم تو خونه، و همون پدرت میخوام در بیاد جلو چشمت آدم شی. خلاصش اینه. اگه مامانای ما نون میپختن بچه میگفت گشنم، میگفت صبر کن نون، بعد میگفت من 4 ساعت باید صبر کنم برای یه لقمه نون. آدم میشد دیگه. با هیچ کلاس درسی جاش پر نمیشه. رنج خیلی رهایی میده. بدون رنج بعضی از قوای انسان اصلا آزاد نمیشه. در یه رنج عمیقی که به سر میبری بعدش اندیشت بهتر کار میکنه. رنج خیلی رهایی بخشه. روح انسان رو قوی میکنه.